در جنگلی دور یک شیر قوی و وحشی زندگی می کرد که همه حیوانات از او می ترسیدند. شیر هر روز یکی از حیوانات جنگل را می خورد تا شکم خود را سیر کند. حیوانات دیگر جنگل از دست شیر بسیار ناراحت و ترسان بودند و نمی دانستند چگونه از این وضعیت خلاص شوند. حیوانات دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که برای نجات خود هر روز یکی از حیوانات را به شیر بدهند تا او را سیر کنند و جان دیگران حفظ شود. یک روز نوبت به خرگوش رسید. خرگوش کمی دیر به محل شیر رسید و شیر عصبانی شد. خرگوش به شیر گفت: شیرشاه، حیوانی است که ادعا می کند از تو قوی تر است و من او را به تو می آورم. شیر که غرورش جریحه دار شده بود با عجله به سمت مکانی که خرگوش نشان میداد رفت تا آن حیوان را بکشد. خرگوش شیر را به چاهی هدایت کرد و به او گفت: او اینجاست، بیا. شیر وقتی به چاه نگاه کرد تصویر خودش را در آب دید و فکر کرد آن شیر دیگری است. شیر با خشم به آن تصویر حمله کرد. در آب افتاد و غرق شد. حیوانات جنگل از دست شیر نجات یافتند و خرگوش زیرک به همه ثابت کرد که زیرکی و هوش میتواند از قدرت قوی تر باشد.